آقا تو روز برفی یه رشتی آدم چی کار میکنه؟ میره با لیون خانه فضول عشق حیات یه دونه از این کدوها برمیداره بپزه. بریم که با هم ببینیم. در تصویر میبینید که پری ماما چه کرده، چاقو رو پرت میکنه توی کدو حلوایی. لیونم میاد وساطت میکنه که نکن مامان نکن، چه کاری آخه. خب باشه، بعدش منم قبول کردم و شروع کردم به کات کردن کدو. راستی بچه ها چون اینجا برف اومده خیلی مزه میده که کدو بپزین و بخورین. اما یکی از خفن ترین داستان ها راجبش اینه که مثل آنتی بیوتیک توی بدنتون عمل میکنه. یعنی به اعتقاد ما رشتی ها وقتی که سرما خوردی کدو بپزی بخوری خیلی خیلی زود خوب میشی. حالا هی رفتم سر زدم بهش و هی گاماس گاماس صدا رو بشنو. آره اون صدا رو که شنیدی آماده است. یه 4 تا دونه برگ دارچین و حالا این داستانا نوش جونتون.